درود. حالتون چطور؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. در هر جایی که هستید عشق کنید. عشق تنتون سلامت باشه، لبتون خندون باشه. پریسا هستم. دلتون خوش باشه. اینو نگفتی، یه دونه رو یادت رفت. خلاصی که خوش برگشتید. درود عزیزانم، سینا هستم. برگشتیم خدمت نگاه مهربونتون با یک موزیک بسیار جذاب از کی؟ بگید کی بچه‌ها؟ من آپلود شد ویدیوی اون عزیزمون یا اجازه ندادن؟ خب خدا رو شکر اجازه داشتن آپلود شد. اجازه که یعنی کپی رایته کلا. اشکال نداره. فدای سر همه بچه‌ها. خلاصه که بچه‌ها یکیشون بود من خیلی دوستش داشتم. نفر دوم بود نه؟ آره. حسنوف جان پیداش کردیم با یه موزیک بسیار زیبا. قراره بریم یک هنر دیگه تک سولو ببینیم چیکار کرده. قراره بریم مود ویدیوشو ببینیم دورم. کیف کنیم با صداشو، اکتشو، اون مدل خوندنشو که امیدواریم اینجا هم باشه به اون سبک. شما لایک و کامنت برای ما فراموش نکنید. دوستتون دارم. حاضرید؟ حسن جان اسم کوچیکشون یه چیز دیگه است. مثلا فکر کنم مبارز مثلا. آره ولی شاید بنویسه. ببین کوچولو بوده فکر کنم اینجا. از فاصله ها نامی تو را میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو را روی ماه میبینم. من از هزار فاصله ها نامی تو را میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو را روی ماه. در دل جا خیری تو کسی نیست، اینجا از کسی نیست، منزل کسی نیست. چشما جز تو در کسی نیست، مثلش در کسی نیست. چشمانی غرق و مهر و وفا هستی تو مرا یگانه. از جهانی هیچ نشانه چون کتابی پاره پاره. هستی تو دویم کنارم. دیوونه کننده است. فنش شدم. آره اصلا خیلی خارق العاده است. در کنار همه قشنگی و اکت و صدای بی‌نظیرش چه پارچه کت شلوارش خوشگله. فوق العاده است. اصلا سیستم فیلمبرداری آهنگ به خاطر حالا این مدل شعری که حالت خیلی ریتم چی میگن کندی داره و عاشقانه جالبیه، صداش اصلا عجیب میشینه به دل. شعر فوق العاده ولی صداش آفرین. این دقیقاً میبرت توی حال دیگه. یا میزنی تو میکروفون یا میزنی تو دوربین. یواش یواش بزن زیر میز بره دیگه. وای چقدر پام دراز شده. رفت تو دوربین. فقط اینجا رو نمیشه. هستی تو مرا یگانه. از جهانی هیچ نشانه چون کتابی پاره پاره. هستی تو دویم کنارم. هستنای من بذارم خیلی تو کسی ندارم. من از هزار فاصله ها نامی تو رو میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو رو روی ماه میبینم. من از هزار فاصله ها نامی تو رو میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو رو روی ماه میبینم. شد زنگخور گوشی منی آهنگه. یعنی قشنگ الان دانلودش میکنم میذارم. منم میخوام بذارم. آره دیگه میخوام تقدیمش کنم به تو. فوق العاده ای حسنوف جان. فوق العاده ای. خیلی. ببینید الکی بین 5 تا عزیز هنرمند یهو من اینو اصلا میدونستم بدونم. میدونم دنبالش کنم آهنگاشو گوش کنم قطعا فنش میشه. عاشقش شدیم. خیلی خواسته. فکر میکنم خواندن‌های روسی و انگلیسی هم داره، یعنی انقدر قویه تو کارش. براو. میانی ما و تو فاصله ها رو نمیمانن. منو تو را من میخواهم همین زمان همین حالا. شبم و تو ستاره من ردیف و تو مغاره.
خدا دارد نظارت. هستی توی ما که از دل سوختم و ولی نشکستم رشته آرامو کم و بستی. من از فضا فسیله ها نامی تو را میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو را روی ما میبینم. من از هزار فاصله ها نامی تو را میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو را روی ما میبینم. و همون فنی که تو اون آهنگ ملی حماسی من تاجیکم زد و اینجا با زیر صدا تو تنظیم، چه تنظیمی شده. یعنی تنظیم کننده و ارنجر اون ارنجمنت این آهنگ با هر کی بوده واقعا یکی از سلاطینه. آره فوق العاده خیلی به است. دل نشست. ببین فقط اون زیر صدایی که اوج گوش کن. من از هزار ستاره ها عکسی تو را روی ما میبینم. عکسی تو را روی ما میبینم میمیرم. فوق العاده بود. فوق العاده بود. این صداش، فوق العاده است این جو. چطوره؟ و اینکه جایی که عینک زده بود چقدر شبیه داداشم سروش شده. آفرین. به خاطر اون سیستم صورتشون و اون فک استخونی و استخونیشون شبیه داداشمه. بچه الکی نیست که حسنوف دوستش دارن. حسنوف میوزیک، حسنوف اینجا همه چی تاجیکی نوشته شده. اجازه پخش آهنگ هم نمیدن بدون اجازهشون. خب اصلا کپی رایت انجام میدن دیگه بدون کپی رایت انجام بدید اشکال نداره. آره ما خیلی دوست داریم. من خیلی دوستش دارم و خوشحالیم که با این هنرمندای جوون و دوست داشتنی تاجیکستان هم آشنا میشیم و قد لذت بخش بود. میشه تک تک آهنگاشو گوش داد. آره. همچین حسی نسبت بهش دارم. آره من میگم اینو من زنگ خور کنم تو یه آهنگ دیگه شو. با امید خدا. امیدوارم که لذت برده باشید. ما که حسابی لذت بردیم. امیدوارم که شما هم از هنرمندا حمایت کنید، از ما هم حمایت کنید که کلی خوشحال میشیم و پرقدرت تر توی این کانال فعالیت داریم. خیلی زود برمیگردیم خدمتتون با کلی ویدیوهای جذاب دیگه با پیشنهادهای خودتون. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون تا یه ویدیوی دیگه. خدا نگهدار.